مسئولین خدمات ضد انحصاری روز 28 دکبر به ما گفتند پس از نشر گزارش رادیوی آزادی بعد تحقیق شکایت دانشجویان شروع کردند که از راه نیافتن به امتحانها شکایت دارند. هفته گذشته چند دانشجو از دانشگاه ملی و کالج طبی شهر کلوب به رادیوی آزادی شکایت کردند که به خاطر نسپردن مبلغ تحصیل آنها را به امتحانها راه نمیدهند. مسئولین خدمات ضد انحصاری در صحبت حضوری به ما گفتند در صورت پرداخت شدن نصف مبلغ تحصیل مسئولین دانشگاه ها نباید دانشجو را از وارد شدن به امتحان ها منع کنند، چون به گفته مسئولین خدمات بر اساس مقررات دانشجو حق دارد مبلغ تحصیل را 2 مرتبه قسم سپارد. در این نهاد به ما گفتند ماه آگوست به دانشگاه ها مکتوب فرستادند تا در شرطنامه خود با دانشجویان این بند را وارد کنند. مبلغ سال تحصیل را به طور نقدی یا غیر نقدی با پول ملی اختیاری پیش از آغاز تحصیل با پررگی یا در هر یک دوره اکادمی پرداخت نمایند. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان مسئول تنظیم مبلغ تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها است و مؤسسه های تعلیمی نرخنامه های خود را با این نهاد موافقه می کنند. این نهاد در حال به بررسی شکایت دانشجویان شروع می کند که والدین بعضی آنها گفتند مجبور شدند به خاطر از امتحان نماندن فرزندان قرض کرده مبلغ تحصیل را سپارند. از جمله گلچهره مادر 3 دانشجو از شهر کلوب به رادیوی آزادی گفت به خاطر از امتحان نماندن فرزندان مجبور شد از مبلغ پیدا کرده پول تحصیل را سپارد، حالانکه به گفته گلچهره در عائله تنها شوهرش کار میکند که او هم 500 سومانی معاش میگیرد. بجز از شکایت این مادر روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی عکس نشر شد که در آن از دانشجویان کالج طلب می شود که اول پول تحصیل را سپارند و بعد از آن حقوق در امتحان شرکت کردن را پیدا میکنند. خب حالا دقیق نیست که این عکس در کدام کالج نصب شده است، ولی بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند این عکس در کالج طبی شهر کلوب نصب شده است. هفته گذشته زبیدالله عزیزاده مدیر این کالج در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کرده بود که برخی از دانشجویان را به خاطر نسپردن مبلغ شرطنامه به امتحانها راه ندادند. جناب عزیزاده گفت دانشجویان در آغاز سال تحصیل وعده داده بودند که مبلغ تحصیل را تا ماه دکبر پرداخت میکنند، اما آنها چنین کار را انجام ندادند. در عموم دانشجویان میگویند سالهای قبل مبلغ تحصیل را از حساب پدر و یا برادران مهاجرشان دریافت میکردند، اما امسال به خاطر پاندمی کووید 19 و بسته شدن راهها پیوندان آنها نتوانستند به روسیه بروند و چنین وضع آنها را در پرداخت مبلغ تحصیل دست کوتاه کرده است. در دانشگاه و دانشکده های تاجیکستان فعلا بیش از 227,000 نفر تحصیل میکنند که 166,000 نفر آنها باید مبلغ تحصیل را سپارند.